توی باکسی که براتون گذاشتم بهم گفتین فرنچ رو بهتون آموزش بدم. با استفاده از پینت و قلم لاینر ناخن رو به 4 قسمت تقسیمش بکن. اینجوری که من برات تقسیم کردم. یه دونه از وسط، یه دونه از راست و یه دونه از چپ. الان ناخنمون 4 قسمت شده. ما برای فرنچ زدن 2 تا عامل مهم داریم که یکیشون پهنای فرنچمون هستش و دیگری ارتفاع پایه های فرنچمون که به سلیقه مشتری میتونه بلند یا کوتاه باشه. خطوطت که مشخص شد ارتفاع فرنچت رو به خط سمت خودش برسون. اینجا هم یکم مرتبش کردم. حالا از ارتفاع سمت راستت یه خط فرضی بیار برای سمت چپت و اونجا هم یه نقطه بذار و نقطه رو به اون سمت وصلش کن. اینجوری که نشونت دادم. حالا باید ببینیم مشتری یا خودمون دوست داریم پهنای فرنچمون چقدر باشه. مشخص کنیم و از سمت راست و چپ به خطوطی که تو ارتفاعمون بود اینا رو برسونیم. درست مطابق تصویری که دارید میبینید. حالا باید برید با رنگ فرنچتون داخل خط و خطوطاتون رو پر کنید و رنگشون کنید. مقدار ژلی که روی قلمتون هست نباید خیلی زیاد باشه چون اونجوری فرنچتون شوره میکنه و شکم میده. اگه توی ناخن طبیعی هم باشه به دیوارهای ناخنتون برخورد میکنه. الان نوبت مرتب سازی خطوط فرنچمون هستش. کامل نگاهش میکنیم. حتی میتونید برگردونین رو نگاه کنید. یه سری از جاها که مرتب نیستش رو با قلمم و با ژلی که روی همون ناخن هست مرتب میکنم. یعنی ژل جدید بر نمیدارم که فرنچم بخواد حالا شکم بده و ظاهر نامتقارن به خودش بگیره. از همه طرف چکش میکنم تا اون مرتب بشه. پس 2 تا عامل مهم داشتیم. یه دونه ارتفاع فرنچمون، یه دونه پهنای فرنچمون. این رو با مشتریتون باید هماهنگ کنید و کامل ازش سوال بکنید و به سلیقه مشتری اجراش بکنید.